رویارویی با شرم. سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 8 درسای من هست تحت عنوان رویارویی با شرم. واقعا خوشحالم که میتونم این درس‌ها رو ارائه بدم به خدمت شما بینندگان عزیز و امیدوارم که تا حالا این برنامه براتون مفید بوده باشه. توی قسمت اول این سری درس‌ها دارم از کتابی استفاده میکنم که تیترش هست Shame Interrupted، شرم قطع شده. ادوارد ولچ، یک روانشناس مسیحی، نویسنده این کتاب هستش و الان چند هفته است که داریم به کتاب مقدس نگاه میکنیم، عهد عتیق، و از جلسه پیش وارد داستان عهد جدید شدیم که چطوری داستان کتاب مقدس رو میتونیم با این زاویه نگاه کنیم که با خدایی روبرو میشیم توی این کتاب که اومده دنبال انسان فراری و اسیر در شرم و میخواد ما رو از اسارت شرم آزاد کنه. این لب کلام این چند هفته‌ای که میخوایم با این لنز نگاه آزادی از شرم به کتاب مقدس، به آیات، به داستانها، به اتفاقات نگاه کنیم. دقایق آخر جلسه پیش وارد داستان عهد جدید شدیم، شجره‌نامه مسیح در انجیل متی، که چطوری حتی قبل از به دنیا اومدنش توی اسامی شجره‌نامه مسیح ما میبینیم که مسیح داره خودش رو آیدنتیفای میکنه، خودش رو نزدیک میکنه، خودش رو همسو میکنه، یکی میکنه، وارد میشه در شرم و گناه و شکستگی تاریخ و زندگی انسانها. اسامی افراد گناهکار، اسامی افرادی که زندگیشون پر از شرم و شکستگیه در شجره‌نامه عیسی مسیح. ولی در دستای مسیح شکستگی های ما تبدیل به گنج میتونن بشن، تبدیل به یک داستان زیبا میتونن بشن. هیچ وقت فکر نکن من زندگیم رو انقدر خراب کردم که دیگه امیدی نیست که حتی خدا بتونه از من استفاده کنه یا کاری در زندگی من بکنه. نه، شجره‌نامه مسیح خودش پیغام خوشه. این خداییه که خودش وارد شرم بشر شده که ما رو از اسارت شرم آزاد کنه. بله، توی داستان تولد مسیح ما این وارد شدن خدا به شرم بشر رو میبینیم. مریم باکره، دختر نوجوان در یک دهات اسرائیل، بدون همسر حامله شده. میتونن سنگسارش کنن، زندگیش تو خطره، پشت سرش تهمت و پچپچه، نگاه ها هست، طرد شدگی ها هست. وقتی مریم وارد داستان کار خدا داره میشه، فکر نکنیم وقتی خدا ما رو میخونه، خدا به ما ارزش میده، بقیه هم این ارزش رو میبینن، بقیه تایید میکنن. ولی مریم ارزش و هویتش رو در رابطه با خدا پذیرفته بود. بله، در داستان تولد مسیح، من به خاطر وقت دیگه وارد آیات نمیشم، خودتون میتونید انجیل متی و انجیل لوقا رو بخونید. ولی بله، این پادشاه آسمانی از فرشتگان آسمان خبر خوشش رو دارن اعلام میکنن. ولی به کی دارن اعلام میکنن؟ به یک سری چوپان که جزو پایین ترین طبقه های اجتماعی در ارزش های فرهنگ قوم یهود بودن. بله، افراد حکیم از شرق میان با هدایای با ارزش که مسیح موعود رو ببینن و بپرستن. ولی اینا پادشاهایی هستن که اصلا خودشون مال قوم یهود نیستن. بله، این مسیح وارد دنیا شده ولی توی یک آخور به دنیا اومده. یعنی هم جلال و شکوه پسر خدا رو میبینیم که وارد داستان تاریخ بشر شده و هم اون شرایطی که خودش رو وارد شرم و شکستگی و کوچیکی و ابعاد بی‌ارزش دنیای ما شده. گفتم من اگر برنامه میخواستم بریزم از طرف خدا، که خدا به بنده البته چک نکرده بود، میگفتیم خب خدا تازه میخواد بیاد خودش رو به ما نشون بده، اقلا روی تخت سلطنت بزرگ با میلیون ها فرشته دو همه دیگه اصلا سرشون رو پایین بندازن و اطاعت کنن و تعظیم کنن که خدا از آسمان اومده. ولی نه، این خدا با تمام عظمت و شکوهش خودش رو کوچیک میکنه و خودش رو میاد توی یک دهات اسرائیل، یک دختر نوجوان پر از شرم و پچ و بی‌آبرویی توی یک آخور به دنیا میاد. داستان اینطوری شروع میشه در عهد جدید. مسیحی که خودش رو وارد شرم ما کرده که ما رو از اسارت شرم آزاد کنه. حالا نویسنده، میخوایم خیلی سریع، ما وارد جزئیات نمیخوایم بشیم،
ولی نویسنده میخواد نشون بده که چطوری خدا در مسیح داره این آزادی از اسارت شرم رو برقرار میکنه، داره نشون میده، داره ما رو دعوت میکنه به این که از این اسارت بیرون بیاییم، با سربلندی زندگی کنیم، هویتمون رو در رابطه با خدا پیدا بکنیم. من فقط دارم دوباره چند تا نکته اشانتیونی مطرح میکنم عزیزان. ما فقط وارد جزئیات فصل‌های این کتاب من نمیشم، ولی یه فصل قشنگی داره نویسنده، تیتر فصل 13 شو گذاشته The Boundary Violator. خیلی نکته مهمیه، گوش کنید. The Boundary Violator. داستان شرم و آبرو ربط داره به هر فرهنگ و جامعه‌ای که ارزش قائل میشه. چه چیزایی با ارزشه، چه کسانی با ارزشن، چه مقاماتی با ارزشن، چه طبقه هایی با ارزشن و چه کسایی با ارزش نیستن، چه کسایی بدبختن، بیچارن، بی ارزشن، کوچیکن. این معیارهای جامعه انسانیه و دائم میبینیم معیارهایی که کی خودیه، کی خودی نیست، کی با ارزشه، کی با ارزش نیست، کی بالاست، کی پایینه. این معیارها، این باوندری ها، این حریم ها، این طبقه بندی ها رو مسیح دائم داره زیر پا میذاره. این اصطلاح the boundary violator، کسی که حریم ها رو داره میشکنه، حریم شکنی میکنه. داریم در رابطه با شرم و آزادی از اسارت شرم صحبت میکنیم و اینجا نویسنده مثال میاره، مثال آغاز خدمت مسیح، مأموریت خدمت مسیح در انجیل لوقا فصل 4. میخوام آیاتی رو با هم بخونیم. پس فصل 4 از آیه 16. مسیح وارد یک کنیسه میشه. پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود رفت و در روز شبات طبق معمول به کنیسه در آمد و برخاست تا تلاوت کند. تومار اشعیای نبی را به او دادند. چون آن را گشود قسمتی را یافت که می‌فرماید روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده که چیکار کنم؟ تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم. این پیامشه و سال لطف خداوند را اعلام نمایم. سپس تومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. آنگاه چنین سخن آغاز کرد: امروز این نوشته هنگامی که بدان گوش فرا میدادید جامعه عمل پوشید. خواستن همونجا بزنن بکشن طرف. مأموریتش رو چطوری داره تعریف میکنه؟ اومده چیکار کنه؟ اومده که فقیران رو بشارت بده، اسیران رو رها کنه، نابینایان رو بینایی بده، ستم دیدگان رو رهایی بخشه. اینا آدمای با کلاس جامعه نیستن. اومده دنبال افراد درب و داغون، افراد حاشیه‌ای، افرادی که جامعه براشون تره خورد نمی‌کنه، افراد بی‌ارزش، طرد شده، صفرای جامعه. اومده که سال برکت خدا رو اعلام کنه، لطف خدا رو اعلام کنه به اسیران، به نابینایان، به ستم دیدگان، به فقیران. مسیح داره اون چیزهایی که دنیا میگه اینا آدمای با ارزشن، مسیح برو دنبال کاهن اعظم، فیلسوفای آتن، آدمای با کلاس، آدمای اینفلوئنسر، آدمایی که دور و برشون خیلی آدم زیاده، نفوذ مالی دارن، نفوذ سیاسی دارن، عقاید تو میتونن توسعه بدن. مسیح مأموریت الهیش رو میگه من دنبال فقیران و اسیران و نابینایان و ستم دیدگان، من پیامم برکت خدا برای ایناست. من اومدم نه برای افرادی که ادعا میکنن سالمن، اومدم برای بیماران. مسیح دائم کار مسیح عزیزان، زندگیش و تعلیمش و برخورداش زیر و رو کردن ارزش‌های جامعه است که کی ارزش داره کی ارزش نداره، کی با کلاسه کی بی کلاسه، کی بالا شهریه کی جنوب شهریه، کی با سواده کی بدون تحصیلاته،
کی آیکیوش بالاست، کی آیکیوش پایینه، کی درآمدش بالاست، کی ورشکسته است. دائم اون چیزایی که ما میگیم اینا افتخاره، اینا وقاره، اینا ارزش داره، اینا بی ارزشی، مسیح میگه نه، بد فهمیدید، برعکس فهمیدید، عوض کنید نگاهتون رو. پس این boundary violator تو تمام برخوردها و تعالیمش ما میبینیم که مسیح داره حریم‌های جامعه و ارزش‌های انسانی رو زیر و رو میکنه. مثال بعد، داستان برخورد مسیح با زن سامری. خود ساعت‌ها میشه فقط درباره این داستان صحبت کرد، وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم. انجیل یوحنا فصل 4. زن سامری. یهودی‌ها که اصلا سامری‌ها رو آدم حساب نمی‌کردن. مرد که اصلا با زن نباید حرف بزنه، مرد مذهبی معلم روحانی که اصلا با یه خانومی که خیلی وضعش انگار جالب نیست، چند تا شوهر داشته و تنها اومده وسط روز سر چاه آب، و زنیه که شاید خودش طرد شده است و همچین آبرو و حیثیت زیادی هم شاید تو جامعهش نداشته باشه، و یعنی یک عالم مرسا هست که یهودی با سامری کاری نداره، مرد با زن غریبه حرف نمیزنه، زن نامحرم، مرد مذهبی اصلا با یه همچین خانومی بعد درخواست نمیم آب به من بده بخورم، باش وارد یه کانورسیشن بشه. بکن نکنای جامعه، بکن نکنایی که کی انقدر کلاسش بالاست که اصلا نباید محل سگ به این یکی بذاره که کلاسش خیلی پایینه. مسیح داره این حریم ها رو میشکنه. این چیزایی که شماها میگید شرمه، اینا شرم نیست. این چیزایی که شماها میگید باعث افتخاره، افتخار نیست. این داستان زندگی مسیحه. این داستان مسیحیه که دائم ما رو دعوت میکنه که آزاد شیم از این قید و بندای قلابی که جامعه برای ما تشخیص داده. پدر مادرها گفتن اگر بری فلان دانشگاه، اگر فلان ماشین، اگر فلان محل خونه بخری، فلان لباس، فلان درآمد، اون موقع با ارزش میشی. اگر بچه خوبی باشی 20 بگیری، اون موقع ما تو رو دوست داریم. اگر آبرو ما رو جلو خانواده حفظ کنی، اون موقع برات یه کادو میگیریم. اگر همیشه از ما اطاعت کنی، اون موقع ما تو رو قبول میکنیم. اینا پیام هاییه که از بچگی خیلی از ما گرفتیم. و مسیح داره خدای رو معرفی میکنه که دوستت داره. بله، میخواد که تو با شرافت زندگی کنی، میخواد که تو در قدوسیت زندگی کنی، میخواد که تو ترقی کنی، از زندگی لذت ببری، برکت پیدا کنی، دیگران رو برکت بدی. ولی ارزشت به این چیزا نیست. ارزش داری چون تو انسانی در شباهت خدا آفریده شدی. ارزش داری چون من تو رو دوست دارم. ارزش داری چون من اومدم تو رو نجات بدم. این اساس ارزشته. اینو باور کن ای برادر، ای خواهر، ای بیننده ای که داری اینو تماشا میکنی. اینه هویت، اینه. داستانو من خیلی وقتا گفتم جای مختلف، تو ذهنم اومد الان بگم. سالها پیش تهران بودم، یک سفرهای تحقیقی داشتم، جلسات گفتگوی ادیان دعوت شده بودم هتل حیات تهران. زمان آقای خاتمی بود و زمان گفتگوی تمدن‌ها. بندم اون موقع کت شلوار و کرواتی پوشیده بودم و خیلی شیک و پیک با کلاس به قول معروف. بعد از جلسات اومدم سوار اون ور خیابون که یه ماشین تاکسی بگیرم برم محلی که زندگی می‌کردم و یه جوونی ماشینو واسطاد دربست، ما سوار شدیم. بعد جوون خیلی واسم جالب بود، خیلی بچه تیزی بود، معلوم بود خیلی فعاله و یه نوتبوک سفیدم، یه دفترچه سفیدم بغل اون دندش گذاشته بود با خودکار. نگاه کرد تو آینه، قیافه ما رو دید، فکر کرد ما یه چیزی حالیمونه، یه بالاخره کلاسی داریم با این کت شلوار کروات. گفت آقا میتونم از شما یه سوالی بپرسم؟ گفتم بله بفرمایید. گفت سوالش دقیقاً همین بود. گفت راز موفقیت چیه به نظر شما؟ فقط خودکارش هم برداشت، داره رانندگی میکنه، خودکارش هم برداشت نوت برداره. من لبخند زدم، گفتم واقعا میخوای نظر منو بشنوی؟ گفت آره. گفتم راز موفقیت اینه که باور داشته باشی خدا عاشقه. بعد عکس العملش برام جالب بود. این بچه، این جوون خودکار دستش بود، اصلا ارزش واسش نداشت که اینو بخواد بنویسه. مثلا این اصلا حرف اصلا نوت برداشتن نداره. همین تو دستش موند. گفت همین. گفتم برای من آخرش اینه. گفت نه حالا یه چیز دیگه. گفتم باور کن آخرش اینه.
که بپذیری که خدا عاشقته. این راز موفقیت در زندگی. بر اساس ایمان ما به کلام خدا عاشق ماست و در مسیح اومده که گناهان ما رو پاک کنه، ما رو به آغوش بگیره، فرزندان خودش بکنه، مایی که از خدا فراری بودیم وارد خانواده الهیش بکنه. این بزرگترین بنیاد ارزش ماست. بعد اینقدر درگیر حرف مردم و نگاه مردم و چند تا میگم پیرو تو توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام دارم و همش این از اسارت برای دیگران زندگی کردن آزاد میشیم اگر پی ببریم که خدا عاشق ماست. ادامه میده داستان رو نویسنده. یه فصل خیلی قشنگی داره. میگه when God touches the untouchables، وقتی خدا لمس میکنه کسانی که غیر قابل لمسن. حالا ترجمه تحت و لفظی بود، حالا بنده باید باز کنم. اشاره میکنه نویسنده یکی از راه‌های دیگه‌ای که مسیح دائم داره به ما این ارزش‌های ملکوت خدا رو نشون میده و تحقق میده، برخوردش با افراد بیمار و جزامیه. و توی عهد عتیق آیه داریم و تو تاریخ بشر که یه جزامی باید از جمع بیرون بره، از جامعه بیرون بره تا موقعی که پاک شه و برگرده. داستان یه جزامی فقط یه بیماری نیست. یه جزامی درگیر شرم طرد شدگیه. به من نگاه نکن. من همیشه داستان جزامی رو که میخونم و میشنوم یاد فیلم بن‌هور میفتم و این هممون تو دوران بچگی ما خب بن‌هور فیلم خیلی مشهوری بود. یه جزامی با یه حالتی که به من نگاه نکن، من آدم منفوریم، به من چشمت رو به طرف من نیار، من زشتم، ناپاکم، بی ارزشم، طرد شدم، به من نگاه نکن. این یه حالت یه شخص جزامیه. یعنی یه جزامی باید خودش رو کنار بکشه از جامعه. تو باید بری در انزوا که بقیه این فساد وارد جامعه نشه، این بیماری، این جزام. ولی مسیح چقدر آیات هست، حالا نه فقط جزامی، افراد دیگه، که مسیح اونها رو لمس میکنه. مسیح میتونه فقط با کلامش یکی رو شفا بده، ولی لمس مسیح چقدر خودش پیام داره برای ما. میخوام فقط به یکی از این مثال ها اشاره بکنیم. انجیل متی فصل 8 آیات 1 تا 3. چون عیسی از کوه پایین آمد، جماعت‌های بزرگ از پی او روانه شدند. در این هنگام مردی جزامی نزد او آمد و در برابرش زانو زد و گفت سرورم، اگر بخواهی میتوانی پاکم سازی. عیسی دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت میخواهم، پاک شو. در دم جزام او پاک شد. سپس عیسی به او فرمود آگاه باش که در این باره به کسی چیزی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن بنما و هدیه‌ای را که موسی امر کرده تقدیم کن تا برای آنها گواهی باشد. میتونی برگردی به جامعه، دیگه طرد شده نیستی. برو و برگرد به جامعه، دیگه تنها نیستی. ولی مسیح میتونست فقط بهش بگه و طرف شفا پیدا کنه. و اینی که خب تو اونجا واستا، نزدیک من نیا، من جزام نگیرم تا جزام تموم شد، برو، به من دست نزن. نه، لمس مسیح پیام پذیرش خداست، پیام ارزشیه که مسیح واسه این جزامی داره. تو طرد شده و ناپاک نیستی، تو مال منی و پاک هستی. خیلی وقتا ما انسان ها باور داریم که گناه نجس میکنه دیگه، این گناه دست بزنی نجس میشه، مصری میگیم به نظرم، contagious، گناه مصری. مسیح داره به ما میگه که قدوسیت و محبت هم مصریه و قوت قدوسیت و محبتش بالاتر از گناه ماست. قدوسیت و محبت هم مصریه. بیایم لمس و محبت و تشویق رو هم انتقال بدیم. با لمس، با محبت، با دوستی، با پذیرش
که شرم ها ریخته بشه، فاصله ها و جدایی ها و تنهایی ها کمتر شه. پس داستان لمس مسیح، آیات زیاده ها، یا کسایی که مسیح رو لمس کردن. پس این که لمس مسیح خودش پیام داره که تو یک آدم بی ارزش، ناپاک، زشت، برو اونجا از من فاصله بگیر نیستی، تو ارزش داری و من میخوام با تو نزدیک باشم. و بعد 2 تا فصل داره. میگم ما داریم خیلی سریع رد میشیم، ولی خب دیگه این برنامه تلویزیونیه. 2 تا فصل قشنگ داره. پس از شجره نامه مسیح ما میبینیم مسیح وارد شرم انسان شده، از داستان تولدش میبینیم مسیح وارد شرم انسان شده، از برخورداش با مردم میبینیم مسیح وارد شرم انسان شده، از شفاهاش میبینیم مسیح وارد شرم ما شده و از تعالیمش میبینیم مسیح وارد آزادی از شرم شده. و اینجا نویسنده 2 تا فصل داره، اشاره میکنه به موعظه سر کوه. موعظه سر کوه و تیتر این فصل هست A New Code of Honor، یک قوانین دیگه برای احترام و وقار، یک دستورات دیگه که چه چیزایی ارزش داره چه چیزایی نداره. و تو موعظه سر کوه، و حالا بیشتر منظور از موعظه سر کوه بیشتر خوشا به حال هاست، حالا تمرکز نویسنده انجیل متی فصل 5، خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، خوشا به حال حلیمان، خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، خوشا به حال رحیمان، خوشا به حال صلحجویان، خوشا به حال پاکدلان، خوشا به حال صلحجویان، خوشا به حال آنانی که در راه پارسایی آزار می‌بینند. دوباره مسیح داره ارزش‌های جامعه رو زیر و رو میکنه که خوشا به حال کیا و بد به حال کیا. تو دنیای ما خوشا به حال ثروتمندان نه فقیران، خوشا به حال قدرتمندان نه گشنگان، خوشا به حال با نفوذان، محبوبان، با سوادان. خوشا به حالا بعد خاک بر سر فقیر و گشنه و تشنه و جفا دیده. و دقیقاً کی گفته خوشا به حال گشنگان و فقیران؟ پس این ببینیم عوض داره میکنه ارزش‌های زندگی رو، ارزش‌های دنیا رو. خوش به حال کیا، وای به حال کیا. حالا تو لوقا وای به حالش هم میگه، متی نمیگه. خوشا به حال فروتنان، دنیا میگه خوشا به حال مغروران، خوشا به حال اونایی که از کسی معذرت خواهی نمیکنن، پا میذارن رو سر دیگران خودشون از پله ترقی بالا برن، خوشا به حال اونایی که تیزن، زرنگن، حواسشون جمعه، پول دارن، بلدن، زبلن، پارتی دارن، نفوذ و محبوبیت و شهرت دارن. خوشا به حال کسایی که دیگران رو کنترل میکنن. یک عالم ما حالا تو ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه، چه از قصه بابا بزرگ و حرفای پدر مادرها یا از جامعه، از دین و مذهب، ما این نوع خوشا به حال افراد خوشبخت و خوشحال و جذاب و خوشگل و موفق و محبوب و اهل فشن، نه خوشا به حال ماتمیان و خوشا به حال فقیران در روح و حلیم و گشنه و تشنه عدالت و رحیم و پاکدل و صلحجو. همین حالا صلحجو همین تو دنیای غرب ما، تو فضای مجازی چی فروشنده، چی فروش داره؟ دعوا، ترس، وحشت انداختن. وبسایت هایی که هی مردم رو میخوان مضطرب کنن، هی میخوان دعوا را بندازن، هی میخوان با یه حرفی شنونده رو انگولک کنن. اینا مشتری داره، اینا مردم میرن لایک میکنن، شیر میکنن، دنبال میکنن. این داستان فیسبوک که بیداد کرده تو دنیای غرب. یکی ملایم حرف بزنه، حرفش وایرال نمیشه، بیاد فوش بده، دعوا را بندازه، مردم جمع میشن ببینن چه خبره. بعد تو این جمع شدن هاست که تبلیغات و پول و این بساطا هست. نه خوشا به حال صلحجویان، خوشا به حال اونایی که معرکه را میندازن، که یه دکونی هم واسه خودشون را بندازن. مشکل فیسبوک تو دنیای قرن 21. پس مسیح میاد ارزش ها رو زیر و رو میکنه در موعظه بالای کوه و در تعالیم دیگهش. خوشا توی ملکوتش، میگم دیگه وارد آیات نمیشیم، این آیات خیلی محبوبی هستن. میخواین که شما اول بشید،
اول شدن مهمه دیگه. ارزش‌های دنیا شاگرداش آقا توی ملکوت دست راست و دست چپ تو ما میتونیم از الان رزرو کنیم. همه دنبال رئیس شدنن. مسیح میگه اونی که میخواد اول باشه باید آخر باشه تو ملکوت من، تو ارزش‌های رابطه با پدر آسمانی من. اونی که میخواد رئیس باشه باید خادم باشه. اونی که میخواد تاج رو سرش باشه باید صلیبشو برداره. اونی که میخواد به دیگران تعلیم بده باید زانو بزنه پا رو بشوره. و دائم این پارادوکس زیر و رو کردن این که کی با ارزش کی بی ارزش. همین داستان پاشستن. داستان پاشستن مسیح تو تاریخ دنیای باستان یه بار اشاره بود که یه خانومی پای شوهرش شست. وگرنه کار برده ها و خدمتگزاران خانواده است که پای مردم رو تو اون خونه بشورن. با اون کفشا تو جاده‌های خاکی و گلی راه میرفتن. مسیح خداوند، مسیح ربای، مسیح معلم، اون زانو میزنه پای شاگرداشو بشوره. اونه که میگه آقا میخوای اول باشی آستین بالا بزن، خدمتکار. اصلا یا مثلا خود حالا پولس که دائم از کلمه دولاس و برده استفاده میکنه که من برده و خادم مسیحم. برده ها پسترین طبقه بودن در جامعه و پسترین لقب رو پولس دائم به خودش میگیره که من دولاس مسیحم، خادم مسیحم. میتونست خیلی کلمات با کلاستری استفاده کنه پولس برای مقام خودش. پس این زیر و رو کردن ارزش‌های چه چیزی شرم‌آوره چه چیزی نیست رو پولس دوزاریش خوب افتاده. میخوای اول باشی خادم باش. از پله‌های ترقی بالا نرو، پایین بیا و به فکر دیگران باش، دیگران رو بلند کن. اینا ربط داره به شرم عزیزان، چون ما میخوایم هویتمون رو تو افتخارات اجتماعی پیدا کنیم. مسیح میگه ارزش هویتت رو در خدمت به دیگران پیدا بکن، در پذیرش محبت پدر پیدا کن. مرسی که تو این جلسه با ما بودید. وقت ما تموم شده. صحبتامون رو از زندگی مسیح ادامه خواهیم داد در رابطه با آزادی از اسارت شرم. تا هفته آینده شما رو به دستای خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.